شام 11 مارت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام تلویزیونیش اعلان کرد که ایالات متحده با هدف جلوگیری از سرایت کرونا ویروس به مدت 30 روز سفرها از اروپا به آمریکا را متوقف می کند. هنگام سخنرانی در قصر سفید، رهبر آمریکا گفت محدودیت 13 مارت آغاز یافته، شهروندان تفتیش شده آمریکایی و بریتانیا استثنا هستند. اتحاد اروپا در قبول چاره‌های جلوگیری کننده شبیه ناکام بوده، زیارت از چین و دیگر نقطه‌های داغ را محدود نکرد. در نتیجه از طرف مسافران اروپایی در ایالات متحده آمریکا چندین مرکز نوی سرایت به وجود آمد. بعداً قصر سفید توضیح داد که محدودیت سفر به آمریکا به 26 کشور اروپایی معروف با نام منطقه شنگن دخل دارد. دونالد ترامپ با اشاره به سرایت کرونا ویروس اعلان کرد که از شرکت در 2 چهاربینی دسته‌جمعی در ایالت‌های نیوادا و کلرادو خودداری می‌کند. در ایالات متحده آمریکا شمار گرفتاران کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 به 1000 نفر برابر شده است. روز چهارشنبه سازمان جهانی بهداشت بالاخره اعلان کرد که سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 مقیاسی سراسری گرفته است، یعنی پاندمی شده است. من از ابتدا گفته بودم که کشورها باید با اشتراک تمام حکومت، اشتراک تمام جامعه، استراتژی فراگیر جلوگیری از سرایت را بنیاد نموده حیات انسانها را نجات و تأثیر این بیماری را کاهش دهند. در اظهارات تدروس ادحانوم گبریسوس که 11 مارت در شهر ژنو نشر شد، آمده است که کووید 19 در 114 کشور عالم تصدیق شده، بیش از 118,000 نفر گرفتار این بیماری هستند. در این مدت 4291 نفر از کووید 19 به هلاکت رسیدند. کرونا ویروس برای اولین بار آخر سال گذشته در چین ظهور نمود. اکثر قربانی ها یا خود بیش از 3000 نفر ساکنان چین بودند. روز چهارشنبه مقامات بهداشتی چین ابراز داشتند که تاکنون بیش از 60,000 گرفتار کووید 19 شفا یافته از بیمارخانه ها و کرانتین رها شدند.